عشق ابدی، برنامه‌ای که این روزا تو اکسپلور هممون هست. اگر نتونستی همش رو ببینی نگران نباش، من خلاصه و بخشای جذاب قسمت 1 و 2 رو امروز براتون آماده کردم. بریم بی معطلی ببینیمش. اول شرکت کنندگان دختر وارد لوکیشن زیبای ویلا میشن و به ترتیب همراه با رقص خودشون رو معرفی میکنن. سلام، من سودا دادلو هستم. 32 سالمه، از تهران اومدم. کارشناس پرستاری هم، اما بازیگرم. ماهرخ مهری هستم. 27 سالمه و از کرج اومدم. مهندسی نرم افزار خوندم. شغلم رپر، بازیگر. زهرا محمدی ام. 27 سالمه، ارشد طراحی لباس میخونم. از تهران اومدم و تو کار مدلینگم. من تناز کمالی ام. اصالتا اصفهانی ام. 23 سالمه ولی تهران زندگی میکنم. دیپلم طراحی و دوخت دارم. مدلم. نگار یوسفی هستم. 29 ساله، از ایلام. دستیار دندون پزشک و مدلینگ کار میکنم. من نبودین؟ من سورپرایز بودم. نه ما 27 32 ما بعدا سر این موضوع البته بچه همتون رو دوست دارم و همتون رو. نه دیگه بچه نگفتن مهم نیست. گفتیم مهمه. آره، یعنی تا اگه بگی مهم نیست حتما با دروغ فلان میگی. ماشینو داشته. زندگیتون تا حالا اینقدر منتظر پسرا شده بود؟ میدونم. علی آقا بفرم. من علیم، از کرج اومدم. 30 سالمه، رپرم. بعدش پسرها به ترتیب وارد لوکیشن میشن. برنامه به این صورته که هر کدوم از دخترها از بین پسرها حق انتخاب دارن، ولی اگر انتخابی صورت نگیره این پسرها هستن که بایستی دختر مورد نظرشون رو انتخاب بکنن. سوالش پیدا شد دیگه، مشخص شد چی به چیه. علی جان نگاه ببینید زندگیش نکنید. این کارا از بلده. پارتنر باحالی میتونه تو این برنامه واسم باشه، چرا که نه؟ اوکی، ماهرخ تو چطور؟ حست چی الان؟ سورپرایز شدن. چیم که همدیگر رو ببینیم اما نشده بود اصلا. یعنی علی ما چه آدمای خفنی هستیم فراهم. امیرحسین هستم. 33 سالمه، 4 ساله که از تهران به استانبول مهاجرت کردم. آرایشگر هستم. اومدم خود امیره. آقای سلام، خیلی خوش اومدید. خوش اومدید. من یک بار ازدواج کردم و 4 سالی هستش که جدا شدم. ما فضولی انتخاب نکنید. انتخاب میشیم. امیرحسینه که انتخاب میکنه. آقامون جنتلمنه. بله، ولی متاسفانه اصلا تایپ من نیست. سودا جان شما بفرمایید. باشم از بین 4 تا دختر انتخاب شدم. خوشحالم باشه. من شاهین معظر هستم. 29 ساله، از مشهد اومدم و سینمای ترکیه هستم. خب پس همکاریم یه جورایی. یه طوری. خب دخترا شاهین همین. تنازم 23 سالمه. زهرا 27 سالمه. نگار 29 ساله. خیلی هم. قدت چنده؟ 180. بچه‌ها متر داری؟ پوشیدن انتخاب میکنم. منظورش تنازه. نگفتم خودتون انتخاب کنید. خودم انتخاب کنم، نمیذاری. دختر به این جذابی اولش که گفتم خانم‌های ایرانی کلا همه جذابن. مرسی. نه اولش گفتم. میلاد هستم. 26 ساله، از مازندران اومدم. بعد اینجا تدریس زبان انگلیسی میکنم. سیاوشم. 26 سالم، از تهران. مدلم تو زمانی که همه مدلم. سیاوش و میلاد. خب سیاوش خودتو معرفی کن. سیاوش هستم. 26 سالمه، معلم زبان. آخه معلم بچه زبان انگلیسی. زهرا و نگار، این امکان رو دارید که از بین 2 نفر انتخاب بکنید. این سورپرایز ما برای شما. تا فردا صبح بشیم. یه دقیقه منم انتخاب نمیتونم بکنم واقعا. بابا
سلام. 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 خوب هستی؟ سیاوش هست. نگار هستم. و در نهایت زوجی که برنده میشه یک جایزه خیلی اسپشیال داره. $30,000 جایزه اون زوجیه که برنده میشه. و میتونید هر جا دلتون خواست برید دوتا. کلا دیگه از این به بعد میمونی؟ آره چون اگه نیمونی که از همین الان بهشون بگیم نیمونی. آقای من داره پس میده. حالا درسته ما با هم اونا رو دیده بودیم ولی بعد الان یه تشکر. مرسی دارم 10 بار تشکر کردم. هر کسی نمیتونه من عصبی کنه. بعد احساس میکنم که این نقطه قوتمه. خیلی آرومم. دعوا کردن و بحث و جدال و اینا اصلا خوشم نمیاد. خیلی زیاد فکر میکنم به همه چیز. بیشتر تا مدت به هیچ وجه نیستم. یعنی استارت رابطه حدودا رو تهران ایلام 4 تا فرق. بچه تهرانم ولی اصالتم برگردم. المانایی که گفتم خیلی خوب بود و خیلی خوشحال شدم که این اتفاق افتاد، ولی اصلا منو جذب نمی‌کنه. به قولی اومدیم شرکت کردیم که ببینیم اون هدفمون، اون دوستمون، اون پارتنری که داره در حالی قراره یه رشته‌ت و همشغلتی ولی صرفا نمیتونه کاپل خوبی باشه. ممکنه به نظر من زمان بده. خیلی دوست صمیمیمه. من اصلا نمیتونم مثلا این حسو نسبت بهش داشته باشم. حالا داری یه تایپی داری، یه چیزایی تو اولویت هست واسط و طبق اونا یه کاری. خیلی آدم آچیکیم. من فکر کردم برنامه‌ریزی شده است اومدنتون، یعنی هنوزم همینجوری فکر می‌کنم. من هنوز روتون چیز دارم. نمیدونم برنامه‌ریزی چه کجا ما اصلا نمی‌دونیم آچیک یعنی چی؟ آچیک باز یعنی رو قرمز بود، چون اصلا دوست ندارم با آدمی که یه ازدواج از دست رفته داره تو رابطه باشه. چرا؟ نمیدونم، شاید من توقعاتم رفته بالا نسبت به چیزی که از خودم مثلا دیگه ساختم و چیزی شده. واقعا همین شکلی شده ذاتاً. من خیلی نگار اسمش نگار فکر کنم دختر باحالی باشه. پلنگی پوشیده بود. پلنگی هم پوشیده داره. بدیم و 5 تا گزینه داریم. منم احتمال زدم اون که کاپلی که بهم رسید انتخاب می‌کردم. کاپل کی؟ خیلی پسر خوبی هستی اما واقعا تایپ من نیستی. یعنی هیچ جوره من نمیتونم. نازنین؟ تناز و نگار به نظرم تایپ من هستن بین این 5 تا گزینه. تو رابطه میره مغزتو اینجوری میکنه. منم همچنین مراقبت کن. مغزتو این گفتم هن برام آب نیم. بگو به خدا. به خود. به مزه تبتونه. پسرا صحبت میکردیم همه درجه یک، همه واقعا آدمای باحال. چون دیدی میتونم بگم که کسی از پارتنرش راضی نبود جز من و بهت ضربه میزنه، کلی چیز ازش یاد میگیری و تو رو میسازه و انتظار تو از یه رابطه بهت یاد میده که گفتم شاید مرتبط هم بشه یک میشه. نمیدونم کدوم دختر میگی که کوچولوه معذرت میخوام بهت میگم کوچولو. شبیه به منه یا نزدیک به منه زهراست. موضوع داره حتی واقعا کسایی رو که بی نهایت دوستشون داشتم، بی نهایت، ولی احساس کردم اون موقع که میخوام بگیرم دستم نیست. من 5 صبح باید سپاسگزاری کنم. یعنی اینجوری نیستش که خب اینم مهر تاییدیه برای این قضیه که آدم مستقلی هستین. این خیلی خوبه، خیلی با ارزشه. به خصوص ما الان توی کاپلیاتی رفتیم که ببین توش هدف هستش. خودمو خیلی دوست دارم و به خودم افتخار میکنم. بعد رفتم اونجا کار کردم. بعد بابام یادم یا حتی اینکه کنار اومدن با پارتنرت از بابت اخلاقی، مثلا من شاید خیلی عجول باشم با پشت دست بعدش میدم بچه‌ها همه تو شاهد باشید. گفتم صحبت کنه با پشت دست. خب بفهم. من کتاب 4 اثر فلورانس خونده. تا حدودی خوندی. آفرین. خب من تا داشتیم راجع به یک سری از قبل میگم مرتب هوا گرمه بیا بریم لبه آب برق نگاه واسه من کشنده. صحبت کن چون یه سری مسائل شاید نشه تو جمع گفت. نمیدونم راجع به چی حرف زدین، چیکار کردین، یواشکی در گوشی اینا. این چیز تا اینجا که خوب بود. تا اینجا قضیه خوب بود. راضی بودین یعنی؟ انتظارشون نداشتم ولی خب کشتمش. البته ببین باش پیر نمیشه. آره صد مامان هم همینو میگه. دیالوگاش هم قشنگ نیست. دیالوگش هم دوست ندارم. اصلا دوست ندارم. فهمیدی؟ دیالوگش هم دوست ندارم. شما به هر حال ماهرخ چی کار کنه این رابطه کنکله. همین اگریسیو بودنش دیگه. خب من اون دوتا هم خوبن
ولی من احساس میکنم این دوتا با هم اوکی خوشحال نیستن. خوشحال نیستن. هر بار میبینم کنه ماشینای آمریکایی چیزای این شکلی. یه مشکلی داره که قراره شب به راجبی برای 3 سال چونه نمیزنن. میدونی الان داری بهانه میاری. از نظر من ندارم این میخوام یه چیزی بگم. الان همه آدما یه حس اگریسیوی دارن، همه آدما یه حس. ایمانتون فعاله؟ فعال. یه دقیقه دیگه الان استندبای هم باش. آره فقط تو داری میگی. اجازه نمیدم راجبش ما میتونی حرف بری اونجا بزنی. بشینی. اوکی. برو اونجا بشین. عصبی. جدی داشت برات تعریف کرد و تو اون رو به عنوان شوخی بارها و بارها تکرارش کردی. من به عنوان شوخی نگفتم. من انقدر لیش کنی. زشته خب دیگه ناراحت شده. آقا صندلیو ببین اونجا بشین. من اوکی ام صرفا خیلی. انقدر راجبه یه چی میگم صحبت نکن راجبش. من تمام تایمم و آرامشم و نمیتونه به من گوشم 20 بار شکسته. من 500 نفر رو به خط میکنم تو شهرام با پشت دست میذارم دهنشون. میخوام اینو بهتون بگم لطفا. کیک بوکس هم کار میکنه. بله. دختر خانم من فقط دستکشم داره میاد بگم دستکشم بهش. آره عزیزم بر من صورتی لطفا. یا دل شما شکسته یعنی مسیری که ما داشتیم ادامه میدادیم. من با تمام وجودم از توی بانو عذرخواهی میکنم. اذیتم داره میکنه کلمه میشم. منم همون به همون شوخی گفتم میزنم با پشت دست تو دهنه. میلاد نور. خوشم اومده. عاشق صداقتتم الان. خب یه دونه شناخت بخوام انتخاب کنم، یه دونه فقط. واقعا اینقدر خنگه که یه وایب منفی اومده توی تو. من شخصا با تمام کرکترم از تو عذرخواهی میکنم. دست میزنم تو دهنت یعنی داری تجاوز میکنی به حریم شخصی من. تو هم داری تجاوز میکنی به روح و روان من. میکنیم صحبتایی که داره میکنه تا الان اوکیه. اوکی. تا الان اوکی. گفتم یه لیوان آب به من بده. رفتی آب تو خوردی اومدی برای من آب نیاوردی. واقعا این کار کردی؟ من یادم نمیاد. من یادمه. حالا خودم مربی تکواندو هم جدی میگی بیا لوکیک بهت بزنم ببینم. 12 سال حرفه‌ای کار کردم. بیا عزیزم قربونت برم. بین همتون از لحاظ کرکتری دارم صحبت. من از این خانم عذرخواهی میکنم. اگه قرار بود بین ما 4 نفر انتخاب کنی، انتخاب شونده نبودی، انتخاب کننده بودی، امیرم وسط بازی بود، از بین ما 5 تا که انتخاب می‌کردی. امیر ناز نبود میتونستم نگاه رو بگم. مثلا نگاری مسد شده هر روزه که قیمش من باز میلادو انتخاب میکردم. شما الان با میلاد ماشاءالله آقا. من چیزی که دارم راضیم دستشون در صورتی پوشیده من کلا دست نمیزنم. بغیر فکر کنم معروف انتخاب. علی آقا من گفتم نگاه رو انتخاب میکنم. رسپکت خفنی داره. چیه خفن؟ خب 3 نفر نگاه می‌خواستم. امیر حسین میلاد انتخاب شدیم. خب این هم از خلاصه و صحنه‌های جذاب قسمت 1 و 2 برنامه عشق ابدی. حتما نظراتتون رو در ارتباط با این برنامه بحث برانگیز پرحاشیه واسمون بنویسید. متشکرم که مثل همیشه همراه هستید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.